بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا سلام مونم تمامیشون را هر جایی که هستین امیدوارم خوشحال باشین. دوستا بازم در برنامه از خودون خوش آمدید. برنامه حبیب آروین، در برنامه آموزشی طراحی و رسامی. دوستا دیروز پریروز کار کردیم، تمرین دست بود. اینا امیدوارم کار کردشین در خانه دیگه. در ادامهش که چند دیگه تمرین ها بود. تمرینای پرداز خطی، پرداز دایروی، پرداز نرم دیگه، اسکیل فلاور یا چمدست دیست از 4 زاویه جور مونه دیگه. نه دیگه جیومتریکال شیپس یا اشکال هندسی، دایره، مثلث دیگه، کیوبیک شکل یک دونه کیوبیکه دیگه، مستطیله. اینا چه قسم پرداز بود. خب پردازها از اینا را به هر شیوه از اینا که شما یاد دادم میتونین اینا پرداز بدین دیگه. اینا المهم که است اینمی اشکال هندسی را مجموعاً یک دونه مکمل بلشون کار می‌کنیم و امور امروز در خانه بس تمرین کنیم. هیچ چیزی کار نیست. یک دونه هرم در نظر میگیری، یک دونه کیوبیک در نظر میگیری، یک دونه دایروی شکل در نظر میگیری و یک دونه نولا، یک دونه شکلی نولا مانند در نظر میگیریم. اول می دواسط یک دونه یک شکلی از مربع میکشم، یک مربع مانند، یک دونه مربع بهشی. یک دونه هرم اینجا میشی. شکلی هرم مانند که کشیدی یعنی قسمتی از مربع یا کیوبیک رو اینا پاک می‌کنه. خب دیگه اشکاست دایره رو بله شکلی از این کیوبیک جور کنه. وازینال یک کنه نولک است دی قسمتش میشه. نولایی که نسبتاً نزدیک کلان باشه، نزدیک خود باشه. کمپوزیشن از دیل و کشنک نزدیک جورونه برشون خیلی آسان و منظم سان. پردازش هم مثل دفعه پیش وری که اشکال هندسی یاد گرفتین میتونی ایرم خیلی آسان پرداز بدین. پردازش خیلی آسان مثلا فرض کنیم چیز نور، منبع نور از یک قسمته، منبع نور دوستا کمک جخشور غالماغال است باشیم دیگه. ما در گالری ما در قسمتی چیز هزاراتاونه که روبروی دکان کسد کنه مکتبه اونا هر زمان رخصت میشه جخشور بزن و بابر از اون مزرعه بگذاریم. منبع نور اگر از این طرف باشه مثلا نور به از این طرف اصابت مونه، در این طرف مکمل به تاریکی قرار میگیرن. میتونیم میره شما کتابچه هم میتونیم کم متداول بدین یا دیسک تداول بدین هر از چند دست شد. ما برای آسانی کار یعنی دفتر چرخ میدیم. دیگه این طرفش که تقریبا طرف نور قرار داره خیلی روشن منظم است. صاف میشه.
مثلا میبله شکل دایره کسی از این طرف من به نور بگیرم این قسمت هایش روشن میشه که نور مستقیم ثابت مونه و زن هر قدر از این طرف دورتر شده بوده تاریک شده بوده، یعنی ما از این طرف تاریک کده میریم، از این طرف اول خیلی تاریک کنیم ما آهسته آهسته روشن میده میریم بیست فشار بیست کمتر میریم. و سایش کسی بله قسمت از این حسابت میده سایه هم میگیره زیر سایش کمی تاریک تر مونیم ما آهسته آهسته از این پوشته باید روشن تر شده بیده قسمت هم که نور مستقیم ثابت مونه که روشن باید بیده. اینجا که برخلاف منبع نور قرار داره اینجا خیلی تاریک تر میشه مثل از این قسمت داره مثلا این طرف که نور مستقیم نور در خود میگیره روشن تر میشه نسبت این طرف کم نه خیلی زیاد روشن باشه این قسمت مثلا این بلیز سرچپه مثلا منبع نور اگر از این طرف بیه بیرونش این طرف روشن میشه این طرف تاریک میشه داخلش سرچپه ازی اگر بیرونش این طرف روشن باشه داخلش این طرف روشن میشه این طرف روشن میشه پس ما از این طرف تاریکی مونیم آهسته آهسته روشن طرف بس تاریک میشه. البته نظافت خیلی مهمه داخل رسامی و نقاشی. مثلا وقت کار کنیم یکان ورق اضافی یا یکان چیزی پای دست بانید که دست شما چطر نشوه و کتابچه یا دفتری که شما میگیرین هم چطر نشوه کاش هم چطر نشوه خلاصه. چایم چند دقیقه؟ 8 دقیقه. سایش هم دو طرف که نور میه سایش مستقیم همون طرف میه صحیح؟ مثلا اگر از طرف نور بیه سایش این طرفی میه. این هم از طراحی مجموعی از اشکال هندسی. دوستایی که علاقمند رسامی و طراحی هم میتونه از این کس کمپانی استفاده کنه. دوستایی که نامکن برشه. این هم از این دوستان همین بود درس امروز. امیدوارم در خانه کار کنید اخواه درس بیاموزید دیگه. در آخر بازم میگم برای حمایت از مو لایک شیر سابسکرایب یا چون نداره. تشکر از همگیتان.
برای فعلا روز خوش.